از همون قدیما آسمون برای آدم‌ها مثل یه بوم نقاشی پر از رمز و راز بوده. هر تمدنی واسه خودش به ستاره‌ها نگاه می‌کرد و می‌پرسید اون بالا چه خبره و این اجرام آسمونی چطور حرکت می‌کنن. صدها سال، حتی هزاران سال طول کشید تا جوابایی که امروز برامون خیلی بدیهیه کنار هم چیده بشن. داستان سفر ما توی کیهان از مدل‌های قدیمی که زمین رو مرکز همه چی می‌دونستن تا وقتی که فهمیدیم خورشید فقط مرکز منظومه شمسیه، پر از فکرهای جسورانه، باورهای مذهبی و کشفیات عجیب و غریبه. پس کمربندت رو ببند چون قراره به یه سفر هیجان انگیز توی تاریخ نجوم بریم. قبل از هر چیز دعوتت میکنم که کانال لیرا رو سابسکرایب کنی و ویدیوها رو لایک یا دیسلایک کنی تا بتونن بر اساس نظر توی مخاطب ویدیوهای بهتری تولید کنن. ناظران آسمان باستان. خیلی قبلتر از اینکه تلسکوپی وجود داشته باشه، آدم‌ها فقط با چشم غیر مسلح آسمون رو نگاه می‌کردن. بابلی‌های قدیم یکی از دقیق‌ترین ناظران آسمون بودند و حرکت سیاره‌ها، ستاره‌ها و صورت‌های فلکی رو با جزئیات ثبت می‌کردند. اونا مشتری، زهره و اون نقطه‌های روشن آسمون رو پیام‌آور خدایانشون می‌دونستند و فکر می‌کردن هر حرکتی در آسمون یه نشونه است از زمان برداشت محصول تا شروع جنگ. با رشد تمدن‌های باستانی کنجکاویشون هم بیشتر می‌شد. توی بابل، جایی که الان اسمش عراقه، کاهن‌ها حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح یه سیستم خیلی پیشرفته برای فهرست کردن ستاره‌ها درست کرده بودن. البته اون موقع این کار بیشتر یک رسم مذهبی بود تا یک عمل علمی واقعی. بعدها یونانی‌ها وارد ماجرا شدن. اونا مشاهدات بابلی‌ها رو نگاه کردن و شروع کردن به پرسیدن سوال‌های کاملاً جدید و حتی علمی. فیلسوف‌های یونانی ایده‌های بابلی‌ها رو گرفتن و به دقت با فکر بیشتر گسترش دادن. مثلا تالس میلتوس با یک سری اصول هندسی ساده و همون داده‌های بابلی‌ها تونست یه خورشید گرفتگی رو پیش بینی کنه. این اتفاق یک نقطه عطف مهم بود. از اونجا کم کم نجوم از خرافه فاصله گرفت و وارد دنیای تحلیل و ریاضیات شد. تولد نظریه زمین مرکزی. تو قرن 4 قبل از میلاد یه فیلسوف جوان به اسم ارسطو مدلی از دنیا ارائه داد که توش زمین دقیقاً وسط همه چیز قرار داشت. ارسطو میگفت عنصرهای سنگین‌تر مثل خاک و آب طبیعتاً میافتن سمت مرکز و عنصرهای سبکتر مثل هوا و آتش میرن بالا. از نظر اون آسمون جای کامل و بدون تغییر بود و همه چیز، خورشید، سیاره‌ها و ستاره‌ها توی دایره‌های کاملا منظم دور زمین میچرخیدن. شاگرد ارسطو، شخصی به نام ائودوکسوس، تلاش کرد حرکت سیاره‌ها رو با یه سری کره تو در تو توضیح بده. اما هنوز هم همه چیز بر پایه ثابت بودن زمین بود. قرنها بعد بطلمیوس یک مدل زمین مرکزی خیلی دقیق‌تر ساخت، مدلی که اونقدر خوب کار میکرد که ناظرا رو قانع نگه داشت. بطلمیوس که تو قرن دوم میلادی زندگی میکرد یک ریاضیدان یونانی رومی بود که کل کارهای نجومی قبل از خودش رو جمع کرد و در یک کتاب مرتب و اصلاح کرد. اون برای اینکه توضیح بده چرا بعضی سیاره ها تو آسمون یه وقتای انگار جهت حرکتشون برعکس میشه، اومد و فلک و تدویر رو معرفی کرد، یعنی دایره های کوچکتری که سیاره ها روی اونها حرکت میکردن. ترکیب این فلک‌های تدویر و فلک‌های حامل باعث شد مدلش خیلی خوب با مشاهدات واقعی جور در بیاد و حتی بتونه موقعیت سیاره‌ها رو برای آینده هم پیش بینی کنه. با اینکه مدل زمین مرکزی بطلمیوس کلی پیچیدگی داشت، قدرت پیش بینیش اونقدر بالا بود که بیش از 1000 سال مردم بهش تکیه کردند. شاید فکر کنیم مدل بطلمیوس فقط یک سری محاسبه و معادله ریاضیاتیه، اما در واقع پر از باورهای فرهنگی و فلسفی اون زمانه. آدم‌ها زمین رو مرکز خلقت می‌دونستند، جایی که همه چیز براش ساخته شده. برای همین هم طبیعی بود فکر کنن آسمون‌ها میچرخن تا به ما خدمت کنن یا الهام بخش ما باشن.
تا مدت‌ها هیچ دلیلی نبود که کسی این مدل رو زیر سوال ببره. تا وقتی که یک نفر جرأت کرد که بگه شاید زمین اصلاً مرکز دنیا نیست. چالشگران و تردیدهای اولیه. جالبه بدونید که همه فیلسوف‌های عصر باستان با مدل زمین مرکزی موافق نبودن. یکی از استثناهای مهم آریستارخوس ساموسی بود، همون کسی که حدود 300 سال قبل از میلاد زندگی میکرد و یک ایده کاملا متفاوت ارائه داده بود. اون میگفت زمین هم به دور خودش میچرخه و هم دور خورشید و خورشید ثابته و در مرکز قرار گرفته. آریستارخوس حتی سعی کرد اندازه و فاصله خورشید رو نسبت به زمین و ماه حساب کنه. درسته که عددهاش خیلی دقیق از آب در نیومد، اما روش کارش ترکیب هندسه با مشاهدات مستقیم برای اون زمان یه انقلاب حساب میشد. با اینکه آریستارخوس اون زمان یه ایده فوق‌العاده رادیکال داشت، مدل خورشید مرکزیش خیلی هم جدی گرفته نشد، چون فیلسوف‌های مشهور اون دوره مثل ارسطو و بعدتر بطلمیوس همگی طرفدار مدل زمین مرکزی بودند و حرفشون حسابی توی دنیا وزن داشت. از طرفی هیچ مدرک رصدی محکمی هم وجود نداشت که حرف آریستارخوس رو ثابت کنه. برای همین ایده‌اش تقریباً فراموش شد و تا دوران رنسانس عملاً در گوشه تاریخ خاک خورد. به این ترتیب مدل زمین مرکزی نزدیک به 2000 سال در دنیای علم حکمرانی می‌کرد. عصر طلایی اسلام. بعد از سقوط امپراتوری روم، مرکز دانش کم کم به سمت شرق منتقل شد. دانشمندان دنیای اسلام میراث نجوم یونانی رو به دست گرفتن و نه تنها حفظش کردند، اونها کتاب‌های بطلمیوس رو به عربی ترجمه کردند و باعث شدن این دانش از بین نره. ستاره‌شناس‌های مثل ابن یونس حتی تونستن نرخ حرکت تقدیمی زمین رو دقیق‌تر از گذشتگان اندازه‌گیری کنن. بعضی‌ها مثل عبدالرحمن صوفی، دانشمند بزرگ ایرانی، فهرست‌های ستاره‌ای مفصلی تهیه کردند که حتی صورت‌های فلکی مورد استفاده بادیه نشین‌ها رو هم شامل می‌شد. با اینکه بیشتر این دانشمندان هنوز به مدل زمین مرکزی باور داشتند، اما از زیر سوال بردن محاسبات بطلمیوس نمی‌ترسیدند. دقت رصدها و روش‌های ریاضی که استفاده می‌کردند راه رو برای بررسی دقیق‌تر آسمون در اون زمان بازتر هم می‌کرد. در نهایت همین دقت و پشتکارشون پایه‌ای شد برای اینکه ستاره‌شناسای دوران جدید بتونن مدل‌های کاملاً تازه و متفاوت رو امتحان کنن. کوپرنیک و مدل خورشید مرکزی. اما اولین ضربه جدی به مدل زمین مرکزی رو یک پژوهشگر لهستانی به اسم نیکولاس کوپرنیک وارد کرد. کوپرنیک تو سال 1543 تو کتاب معروفش به اسم درباره گردش افلاک گفت که زمین و بقیه سیاره‌ها دور خورشیدی که ثابت هست میچرخند. اون خودش هم اعتراف کرد که برای رسیدن به این نتیجه از منابع قدیمی مثل آریستارخوس الهام گرفته، اما برای تقویت نظریه خورشید مرکزیش به مشاهدات خودش هم استناد میکرد. البته کوپرنیک هنوز فکر میکرد مدارها باید کاملا دایره‌ای باشن و برای همین مجبور شد مثل یونانی‌ها از چیزی به اسم فلک‌های تدویر استفاده کنه. جالب اینجاست که مدلش لزوماً دقیق تر از مدل بطلمیوس نبود، اما یک چیز رو خیلی ساده تر توضیح میداد: حرکت قهقرایی سیاره ها. با این حال مدلش با عقل سلیم مردم اون زمان جور در نمی اومد. اونا میگفتن اگه زمین حرکت میکنه چرا ما حسش نمیکنیم؟ چرا اجسام از سطح زمین به هوا پرت نمیشن؟ و البته چون جوابهای قانع کننده هم وجود نداشت، خیلی از محقق‌ها حرفش رو باور نکردن. از طرف دیگه ترس هم نقش بزرگی داشت. کلیسای کاتولیک اون زمان قدرت زیادی داشت و هر نظریه‌ای که با کتاب مقدس در تضاد بود میتونست به اتهام ارتداد و حتی مرگ ختم بشه. برای همین کوپرنیک انتشار کتابش رو تا زمان مرگش عقب انداخت.
رصدهای تیکو براهه و یوهانس کپلر. حدود 1 قرن بعد از کوپرنیک دقت رصدهای نجومی خیلی بیشتر شد. تو دانمارک یک نجیب زاده به اسم تیکو براهه روی یک جزیره بهترین ابزارهای رصدی اون زمان رو جمع کرد و یک رصدخونه ساخت. تیکو هر شب موقعیت ستاره ها و سیاره ها رو با وسواس عجیب اندازه‌گیری می‌کرد و ثبت می‌کرد. نتیجه کارش شگفت انگیز بود. اون تونست داده هایی رو جمع کنه که از هر داده‌ای که قبل از اون وجود داشت میشه گفت دقیق تر بود. ولی با وجود این همه دقت باز هم نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک رو قبول نداشت و به جاش یک مدل ترکیبی پیشنهاد داد. تیکو میگفت زمین باید ثابت بمونه و خورشید و ماه دور زمین بچرخند و بقیه سیاره ها هم دور خورشید حرکت کنند. در همین زمان یوهانس کپلر دستیار تیکو براهه وارد داستان شد. کپلر از یک خانواده معمولی بود، اما یک ذهن درخشان ریاضیاتی داشت و خیلی هم آدم مذهبی بود. اون باور داشت که نظم هندسی و الهی تو کل آسمون ها جاری و ساری است. وقتی تیکو تو سال 1601 به طور ناگهانی فوت کرد، کپلر همه اطلاعات و داده های دقیق اون رو به ارث برد و همین داده ها تبدیل شد به کلید یکی از بزرگترین کشف های علمی. تحول بزرگ کپلر از جایی شروع شد که جرأت کرد مدارهای دایره‌ای قدیمی رو کنار بگذاره. اون فهمید سیاره ها در مدارهای دایره‌ای نمیچرخند، بلکه حرکتشون در مدارهای بیضی شکل اتفاق میفته. همین کشف به ظاهر ساده کل مدل منظومه شمسی رو از یک حالت پیچیده خارج کرد و نیاز به فلک‌های تدویر عجیب و غریب رو از بین برد. کپلر 3 قانون مشهور رو بر اساس همین کشفیات نوشت. قانون اول کپلر میگه که سیاره‌ها تو مدارهای بیضی شکل حرکت میکنن و خورشید در یکی از کانون‌های این بیضی قرار داره. قانون دوم میگه سیاره‌ها در زمانهای مساوی مساحت‌های مساوی رو جارو میکنن و قانون سوم میگه مربع دوره مداری یه سیاره با مکعب فاصلش از خورشید در یک ارتباط منظم قرار داره. این قوانین به طور کامل با داده‌های دقیق تیکو براهه جور در اومد و بالاخره یه پایه ریاضی محکم برای مدل خورشید مرکزی ساخت. اما با همه این پیشرفت‌ها یه سوال بزرگتر تازه مطرح شد. چه نیرویی باعث میشه سیاره‌ها تو این مدارهای بیضی باقی بمونن؟ گالیله و اولین تلسکوپ نجومی. وقتی کپلر مشغول ریاضی و قانون نویسی بود، گالیله چشمش رو مستقیم با آسمون دوخته بود. گالیله که سال 1564 در شهر پیزا در ایتالیا به دنیا اومد، یه فیلسوف طبیعی بود با یه کنجکاوی بی‌پایان. اون با استفاده از تلسکوپی که خودش ساخته بود، تونست به بزرگنمایی حدود 20 برابر برسه. چیزی که برای اون دوران یک عدد فوق‌العاده محسوب میشد. با همون تلسکوپ گالیله چیزهایی دید که کسی قبل از اون ندیده بود. کوه‌ها و دهانه‌های روی ماه و همین نشون داد که آسمون اونطور که ارسطو میگفت کامل و بی‌نقص نیست. بعدش گالیله 4 قمر اطراف مشتری رو کشف کرد و دید که این قمرها اتفاقاً نه دور زمین بلکه به دور مشتری میچرخند. بعد از اون گالیله فازهای زهره رو مشاهده کرد. یکی از قوی‌ترین شواهدی که نشون میداد سیاره زهره هم نه به دور زمین بلکه به دور خورشید میچرخه. مشاهداتی که گالیله انجام داد دیگه هیچ جوری با مدل زمین مرکزی جور در نمی اومد. قمرهای مشتری نشون میدادن که همه چیز به دور زمین نمیچرخه. فازهای زهره هم ثابت کردن که زهره به دور خورشید میچرخه. گالیله این کشفیات رو اول تو کتاب پیام‌آور ستاره‌ای نوشت و بعدش هم در کتاب معروفش به اسم گفتگو درباره 2 سیستم اصلی جهان از این ایده ها دفاع کرد. گالیله کاملا علنی طرف مدل کوپرنیک رو گرفت و همین هم باعث شد که مغضوب مقامات کلیسای کاتولیک بشه. تو سال 1616 کلیسا به گالیله هشدار داد که حق نداره درباره مدل خورشید مرکزیش درس بده
یا ازش دفاع کنه. اما گالیله کوتاه نیومد و سال 1632 کتاب گفتگو رو منتشر کرد. در نتیجه دادگاه تفتیش عقاید فوراً وارد عمل شد و گالیله رو به اتهام ارتداد محاکمه کرد. محاکمه‌ای که فقط چند ساعت طول کشید و در زیر فشار شدید گالیله رو مجبور کردند تا از حرفهای علمیش کاملاً عقب نشینی کنه. گالیله بعد از این دادگاه باقی عمرش رو در حبس خانگی گذراند. اما ایده هایی که ارائه داده بود دیگه قابل برگشت نبود. یک داستان معروف هست که میگه گالیله بعد از اینکه در دادگاه مجبور شد توبه کنه، زیر لب گفت با این حال زمین حرکت میکنه. اما واقعیتش اینه که مورخان میگن این جمله بیشتر یه افسانه است که بعدها به داستان زندگی گالیله اضافه شد. نیوتن و جاذبه‌ای که کشف شد. اما آخرین ضربه به مدل زمین مرکزی رو ایزاک نیوتن وارد کرد. نیوتن با استفاده از قوانین کپلر کتاب معروفش به اسم اصول ریاضی فلسفه طبیعی رو تو سال 1687 منتشر کرد و یه ایده شگفت انگیز رو مطرح کرد. نیوتن میگفت هر جرمی جرم دیگری رو جذب میکنه و این نیرو هم با حاصل ضرب جرم‌ها رابطه داره و هم با عکس مجذور فاصله اونها. این همون قانون گرانش جهانیه. قانونی که توضیح داد چرا سیاره‌ها دور خورشید میچرخند و چرا سیب از آسمون به زمین میافته. نیوتن با همین قانون نشون داد که مدارهای بیضوی و دوره‌های حرکتی سیاره‌ها نتیجه طبیعی گرانشن. از اینجا به بعد زمین دیگه مرکز دنیا نبود. فقط یکی از اجرام آسمانی بود که مثل بقیه تحت یک قانون جهانی اداره میشن. کار نیوتن باعث شد مکانیک زمین و آسمون یکی بشه و مدل زمین مرکزی برای همیشه کنار گذاشته بشه. فلسفه و مدل‌های پایدار. حتی بعد از نیوتن هم بعضی‌ها هنوز دل از مدل زمین مرکزی نمی‌کندن. مثلا تو سال 1651 یک ستاره‌شناس به اسم جوانی باتیستا ریچولی کتابی رو منتشر کرد که روی جلدش سیستم‌های کوپرنیک و تیکو براهه رو با هم مقایسه کرده بود و مدل بطلمیوسی رو کنار گذاشته بود. ریچولی میگفت زمین باید مرکز جهان بمونه چون انسان تو خلقت جایگاه ویژه‌ای داره. اینجا دیگه بحث علمی نبود، بحث فلسفه و مذهب بود. همین بحث نشون میداد که پذیرش علمی همیشه فقط به داده‌ها و رصدها وابسته نیست، بلکه باورهای مذهبی در طول قرنها تأثیر مستقیمی در پذیرش داده‌های علمی داشتند. داستان پیشرفت در علم نجوم پر از لحظه‌های نفسگیر و کشف‌های جسورانه است. فکر کنید آریستاخوسی که ایده خورشید مرکزی رو مطرح کرد ولی تقریباً کسی برای صدها سال محلش نذاشت. یا گالیلئی که مجبور شد در برابر دادگاه تفتیش عقاید از باورش عقب نشینی کنه. تیکو براهه رو تصور کنید که شبها زیر آسمون وای میسته و با اون بینی مصنوعی طلایی رنگش یکی یکی موقعیت ستاره ها رو اندازه گیری میکنه. کپلر رو تصور کنید که تا نصف شب با عدد و رقم کلنجار میره، دنبال یه الگوی واحد میگرده و یهو میفهمه مدارها نمیتونن دایره‌ای باشن بلکه باید بیضی شکل باشن. یا اون تنش و هیجانی رو تصور کنید که توی ونیز جریان داشت زمانی که گالیله با نشون دادن فازهای زهره واقعیتی رو مطرح کرد که باورهای مذهبی امپراتوری کلیسای واتیکان رو به چالش کشید. کوپرنیک رو تصور کنید زمانی که روی تخت مرگش کتابش رو منتشر میکنه بدون اینکه بدونه آیندگان تحسینش میکنند یا سرزنش. همه این لحظه ها یه چیز رو یادمون میاره. علم یه مسیر صاف و مستقیم نداشته. علم یعنی ریسک، شجاعت و گاهی ایستادن در مقابل باورهایی که همه قبولش دارن. هر کدوم از این آدم ها شک و شکست و تردید داشتن، اما وقتی کارهاشون کنار هم قرار گرفت تصویری جدید ساخته شد. از جهانی که زمین رو ثابت و مرکز همه چیز میدونست به جهانی رسیدیم
که توش زمین فقط یکی از میلیاردها سیاره است. و البته همین یک زمین در حال چرخش به دور یکی از میلیاردها ستاره موجود در این کهکشان. تغییر از مدل زمین مرکزی به خورشید مرکزی فقط عوض کردن جای سیاره ها نبود. این تغییر نگاه ما رو به خودمون عوض کرد. وقتی فهمیدیم که زمین فقط یکی از میلیاردها سیاره است، تازه اون تصویر قدیمی که انسان مرکز جهانه کم کم از بین رفت. این تغییر فکری مسیر رو برای یه انقلاب علمی بزرگتر باز کرد و دانشمندان جرأت پیدا کردند تا باورهای سنتی رو زیر سوال ببرن و به جاش به مشاهدات و ریاضیات تکیه کنن. امروز برای ما خورشید مرکزی بودن منظومه شمسی چیزی که کاملاً بدیهی به نظر میرسه. اما وقتی به سختی هایی که برای اثباتش کشیده شده فکر میکنیم، بهتر میفهمیم که روش علمی چقدر قدرتمنده و اینکه زیر سوال بردن بدیهیات چه شجاعتی میخواد. حالا که داریم دنبال سیاره‌های فراخورشیدی، ماده تاریک و منشأ جهان میگردیم، داریم روی شونه‌های آدم‌هایی میستیم که جرأت کردن فراتر از نگاه زمین محور که نگاه غالب دوران خودشون بوده فکر کنند. یک تلاش بی‌پایان. درک ما از کیهان امروز خیلی پیشرفته تر از گذشته است. اما همون کنجکاوی که بابلی‌ها، یونانی‌ها، دانشمندان اسلامی، کوپرنیک، گالیله، کپلر و نیوتن رو به جلو برد، هنوز زنده است. آسمون هنوز هم ما رو به فکر فرو میبره، شگفت زدمون میکنه و سوالهای تازه جلوی پامون میذاره. هر کشف جدید میتونه مدل‌های فعلیمون رو زیر و رو کنه و نشون بده که علم همیشه در حال رشد و تغییره. وقتی با تلسکوپ‌های فضایی به تاریکی‌های عمیق آسمون نگاه می‌کنیم، تازه یادمون میفته که نظریه‌ای که یک روز جنجالی بود، در واقع دریچه‌ای شد به سمت درک جهانی بی‌نهایت بزرگتر. ناظران آسمان باستان.